الله. امروز در شبکه‌های اجتماعی زیاد تصاویر از شما نشر شد، اما برخورد طالبان انجام دادن بالای شما و قبل از او هم یکی دو ماه پیش که شما را گرفته بودن و شما پس دوباره در تصویر ظاهر شدین، گفتین که نه برادرای ماست، با ما یک جای هستیم. نه، امو واقعی اول است که ویدیوش بر آمدم. من خودم مجاهد هستم. اینا 9 بجه شب مرا محاصره کردن. با صبح بجه که ساعت 5 بجه شد قطعه بدریشان آمد، ساعت 7:30 بجه شد قطعه سرخشان آمد. معاون صاحب کابل و معاون والی کدیمه تلفنی تماس گرفت، والا بلا موتی گپ با گپ حل میکنیم. حرکت کردن آمدن، تانگا بود 160 رنجر بود و 30-40 تا تانگ بودن. در خانه دسبز ما آمدن. باز ما یک ملایمام ماجد ما بود که یک ملک خیریه بود، گفتم برو اجازه بدشم که بیان. وقتی که آمدن داخل شدن، قماندان شارم بود و بیدالله به نام عبدالله به نام عبدالله اونا بودن، به نام ملای عزت الله بودن. اینا آمدن باز بالاخره لط کوب کردن، مردم هم کش کردن و ما را گرفتن و یک 20 دقیقه در کنو رنجر بودیم. بالاخره باز پاستا کردن، معذرت خواستن، هر چیزی که بود که خود بردن. اینه ما قگه بودیم. جناب مجاهد صاحب در دیساب دیگه نباشین. باز مرا گفت در خانه دیساب دیگه نباشین. باز من گفتم خود نمی باشم دیگه. جناب مجاهد صاحب، شما یک ویدیو بعد از او یک واقعه ثبت کردین، گفتین که هیچ گپی نبود، نه بسیار با احترام. این به زور بوده این ویدیو رو ثبت کردین یا به رضایت؟ نه، به زور سر ما ثبت کردن. یعنی بعد از اینکه لط کوب کردن بازی ویدیو را از شما گرفتن؟ نه، ویدیو را خول گرفتن دیگه. ویدیو را بازیم رو شیر کردن. ویدیو را امو روز گرفتن، امو روز. نه، ویدیویی که از شما گرفتن، امو ویدیویی که شما گفتین که اینا برادرای ماستن. اول ویدیو را گرفتن، شما گفتین برادرای ما ای هستن، بعد از لط کوب کردن. اول لط کوب کردن، با صدای دوستا زیاد برآمدن. هر جای مردم میخواست خشونت کنن، جنجال شوه دیگه. دوستان بسیار خفه بود. با تلفن‌های مرا یا گرفته بودن، پس ندادن. باز ما صحبت‌های خود کردم که مشکل نیست، ما برادر هستیم، یک سوی تفاهم شده بود. این به رضایت خود شما یعنی بوده، یعنی طالبان نگفتن که باید ویدیو ثبت کنید؟ در یک تلفن دیگه با صحبت کردیم مردم دیگه جنجال نکنه. بله. بسیار تلفن‌ها دیگه تلفن‌ها می آمدن، گپ نمی چیز بود. برخورد طالبان را شما چی فکر میکنید؟ برخورد از اینا نه در قانون کشور کفری است، نه در اسلامی است. یک ظالمانه برخورد میکنن. بعضی که مجرم باشه یا غیر مجرم باشه. ما یک شخصیت جهادی بودیم، وکیل پارلمان بودیم، کلمون خدمت کردیم. به این رقم نه. اول هر کار شدن، هر کسی را که گیر میکنه که مجرم باشه یا غیر مجرم باشه لط کوب میکنن، جنجال میکنن. بعد از اون میگن میبخشید بخنه وارد، میگن نفهمیدیم خلاص دیگه. اینمی وطن است. یعنی آنچه که طالبان میگن که بخششی صورت گرفته بخششی نیست ها؟ به هیچ نوع بخشش نیست. امیال مردم کش کرده رئیس، همینجا کش کرده رئیس. من 1-2 ماه اینجا در خانه خود زندگی میکردم. مردم میامد با ما میشست، خود طالبا کلاناش میشستن، نان چاشت میخوردن، نان شب میرفتن. بخشش نیست. شما در زمان جمهوریت گفته بودین هیچ زور حکومت و طالب بالای ما نمیرسه، اگه ما یک همر کنیم حکومت سقوط میکنه. پس چی شد آقای مجاهد؟ والا اینطور است که بعض وقتایی تو میشه یک بار دیگه هم شده بودم. این کسی که تعهد کردن به قرآن و به خدا، بازو آدم را دستگیر میکنن. منظور ما برای یک چیز میگم که یک وقت امریکایی ها سر ما حمله کردن، چاپه انداختن، مرا گرفتن نتونستن. بله. باز دیگه بار حمله کردن، چاپه کردن، گرفتن نتونستن، کتشان مقاومت کردن. مگر من میگفتم که یا مجاهد هستن، مسلمان هستن، به خدا و به قرآن یقین دارن. به می خاطر ما باورمند شدم. اگر او گپ نمیگود، ما نفوس خدا دارم، مردم خدا دارم. اما تو یک واقعه شد دیگه، ما را غافلگیر کردن دیگه. خب در آخر خدا را شکر که شما صحت هستین و خارج از کشور هستین. پیامتان برای اشخاص و مردم افغانستان چی است؟ خارج از کشور نیستم، عالم در کشور خود هستم، در کشور افغانستان هستم. در سایه هستم که من خارج از کشور نمیبرایم، هرگز من اینجا هستم. پیام میز برای ملت افغانستان که خدا رحم خدا کنه سر ملت، خدا غنی رو تباه کنه که همونطور یک وضعیت با جمع امریکایی ها ساختن و
مردم 20 سال از دست قطعه 01 آمریکایی ها بزا بدن، حالا از دست طالبان تماما کشور افغانستان به تکلیف است. من در اول حکومت آقای کرزی هم 5 سال کو به کو گشتم از دست آمریکایی ها و از دست آقای کرزی و از یا بالاخره باز اینا آمدن یا ندست از یام و ما به این باور کردن که یا مجاهدین هستند، ملا هستند، از راه خدا گاهی دارن، مگم یا از واقع از ظالمتر بودن. واقع میگرفت، چشمایت بسته میکرد، خلطه را سرت کش میکرد، زدن نبود، کندن نبود، یا هرچی که دستشان شد. و فاشگویی هم ناسزا و فاشگویی هم زیاد بود نه؟ از توسط طالبان. اون گپ زیاد او اخلاق ادب نیست، او یک چیز واضحه است. شما که گفتین در داخل افغانستان هستین، در فکر آینده هم هستین، مبارزه خواد کردین؟ ما به این باور دارم که وطن ما وطن خدا به هیچ کس، به انگلیسان نماندیم، به روسام نماندیم، به امریکایان نماندیم. انشاءالله این وطن ماست، وطن خدا برای کسی اعلان نمیکنیم. خب سلامت باشین، بخیر باشین جناب مجاهد. سلامت از باشین. اینکه به ما وقت دادید.